سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. این روزا محمد اقبال صدرالدین چه خیلی برادرای اوروس میگن توپای بدن تروریستا ما نودیدیم سوقفایو میگم برای چی در شبکه‌های اجتماعی نمری کارتا میمونه قطار مردم پشت پنجره بودیسه. ما با گپوشون روزی هستم چخیلی که اقبال میگه در دانه پول روی کنین هیچ کدر تونو نمیابا یکمش تو باید توپای محمد اقبال تو باید ببروی کار کنی دیمش تو باید شما نمری کارتا اختا بمون موندن نمیتونی برای که پشت پنجره میره پولی مردم تو جواب دادن نمیتونی برای که او دولتی که تو پولتیس موندگی تو جوابگی که من 1 روبل ایگام جو فایده ندارم پولی که تو جمع کردی محمد اقبال صدرالدین شوقت منو گوش کن باید مردم امروز چونشوی کنن همه او پولا اپوزیسیون روس دارفتیسه کی او اپوزیسیون روس ای تریتور اوکراین زیدی ملت خودش برات سپردیسه محمد اقبال ما دروغ میگم برای دانات اقبال تو اگر شما باشی ما شما نیستیم من заявление دارم именно برای چخیلی که تو میگوی دانه دا پول روی کنین که فویشا میبره در بین 2 ساعت 18 بار نومی دانه پول روی کنین 13 ماهی 2023 من заявление نشته هستم نمی روژا خود دستیه نمی اقبال چمو نمی را میگم خود دست نمی خلاص اقبال کیوی کشلوگ یا برو گفتی که کیوی کشلوگ در روی کنه هیچ کش شنو میگه کیوی کشلوگ تا محکم کردیم با برو دانه همون دانه تا через Сбербанк پول روی میکنم через Тинькофф через Душанбе سیتی یا که من دروغ میگم محمد اقبال صدرالدین تو اروپا داری بچه ها کار کردیسن 1 ساعت 35 تا 40 یورو را ببرو تاکسی بزن محمد اقبال ای بناموس تو چند قطع مدل تو چگیرون میکنی تو چند قطع ای بناموس ببرو کار که ننگ ناموس که ای دیوس خدا زده سیترا فرزند ای خونه سرد کرد چمو مر ای روستا وزیان سری وقته ببرو کار که یک کم ترکت ناموس که میدونی سوخفایی چخیل کار کردیسه و دام میبره زنگیر میزنه محمد اقبال جو تا بگو هم اوفیس داری شومته ما 2 ساله 3 ساله شد پول روید میکنیم چخیل سوخفایی در افیر ترا شرمنده میکنم هم خلاص ادایوس تو بازی نکرد ادایوس من 2 سال چند ماه پیش گفته بودم که تو وقتی که ما او را شکست دادن 1000 تا 2 تا 3000 آدم پیش پنجره میرم برای چند خیلی است چیکار کنیم خواهی Сбербанк موند در روی اکران در افیر محکم کردیم کیوی کشلو گفت کیوی کشلو شانی محکم کردیم در نظارت بود اوجه خودش فهمید که یک کپک اوجه نمیره و مردم پولش روی میکنن زنگ میزن اقبال میگه مدن نیومده با خیست دانت اقبال 13 ماهی 2023 در نظارت است همو آدمایی که روی میکنین توپای نباشین نه خب برای یک چمو پشت پنجره برین چی پولی که کپک رفتیس است نو ایده نمیایه پول شما روی میکنین نو فقط در تو تک تک میکنن ای جوانای نوفهم هم تکر چون تو نهوی کنین هر یک چی نمر دارد
همین دانت همین محمد اقبال صدرالدین گدوی سارومنی گدوی اینترنتی این با فرمان گنرال پروکراتورا در نظارت است. ای MVDش ای FSBش مرا باور کنه تو ای دوستان هموطنان عزیز من با فقط دلیل گپ زدم اینها کوشش کردن که ایسو کوفایو باید پشت پنجره برود. من او طرفشان فکر کردم محمد اقبال صدرالدین برای که شما نامرد هستین. من این روزا دیدستم نمره تلفن ما را اینم نمره تلفن تاجیکستان ما در روی اکران در کوشا پاسپورت من نمونم پراموی زنگ بزنید یا که تاجیکستان یا که روسیه فدراسیا برای پشت پنجره برای هزارو ویدیو تیار است. این میگه زید شما گروه بسیار اکستریمیستا این نظریه تروریستی زاپرشینو تو 2 سال 8 ماه را ویدیوی ما در یوتیوب تا میخوره زید شما اکستریمیستا و تروریستا. من گفته بودم در کنسا ما برات سمه برام شما را باید من خودم ما گفتن نمیتونم من خودم اجازه باید من شما را پشت پنجره جا کنم که شهروندای ما را ایمینا جوانای ما را سوزن زده مکیدن نتونیم. ایرا من کوشش کردم برای که من خطر دیدم باید زید اکستریمیزم تروریسم باید برای خوب بودن نکنست. زنده باشید دوستان عزیز.